درود بر دوستان و همراهان، امیدوارم خوب باشید. امروز میخوایم طریقه ساخت مضراب تار رو یاد بگیریم. اگر الگویی داریم از قبل میتونیم از همون الگو استفاده کنیم. الگویی که معمولا باهاش ساز میزنیم و راحتی میتونیم از همون استفاده کنیم. و اگر الگویی نداریم یا الگوی جدیدی میخوایم طراحی کنیم، از کاغذ شطرنجی میتونیم استفاده کنیم. حالا من این الگو رو قرار میدم روی کاغذ شطرنجی هم قرار بدید خوبه، ولی من چون توی فیلم میخواستم بهتر معلوم بشه روی کاغذ سفید گذاشتم. دور تا دور مضراب رو میکشیم. بعد با کولیس تمام ابعاد مضراب رو اندازه میزنیم. نوک مضراب 3.5 میلیمتر، انتهای مضراب 14 میلیمتر، طول مضراب 28 میلیمتر، ضخامت نوک مضراب 1 میلیمتر، ضخامت انتهای مضراب 4.5 میلیمتر. خب بعد از اندازه زدن تمام ابعاد مضرابمون آلیاژمون رو انتخاب میکنیم. من از آلیاژ فسفر برنز استفاده میکنم که از 3 عنصر قل، فسفر و مس تشکیل شده و مقدار قلعی که توی این آلیاژ به کار میره از 0.5% تا 11% متغیره. فسفرش از 1 صدم تا 35 درصد و باقی در واقع آلیاژ از مس تشکیل میشه که در معمولا مضراب هایی که توی بازار موسیقی هست مقدار قل بیشتره، به همین دلیل یه مقدار اون مضراب ها بیشتر به رنگ زردی میزنن و این نوع آلیاژ یه خورده قرمزتر هست. و مضراب های دیگه هم توی بازار هست، مثل مضراب های استیل، عقیق، انواع سنگ ها و به نظر خود من این آلیاژ بهترین صدا رو میتونه تولید کنه و همچنین در مقابل سایش و خوردگی که با سیم ایجاد میشه مقاوم هست، به دلیل هم عناصر قل و فسفری که توی آلیاژ استفاده شده. خب در مرحله بعد ما از ماشین پوست استفاده میکنیم که البته برای مضراب ساختن از
سنگ رومیزی هم میتونید استفاده کنید، ولی من خودم با ماشین پوست راحت ترم. برای شروع از سنباده شماره 60 شروع میکنیم. باید این فرم هلال مانندی که این آلیاژمون داره رو صاف کنیم از همه طرف که بتونیم مضرابمون رو در واقع از دلش درست کنیم. برای کسایی که نوازنده هستن مخصوصا توصیه میشه از این دستکش‌های کار استفاده کنن که دستشون آسیب نبینه و من خودمم از این دوتا هندزفری استفاده میکنم. هندزفری که قابل استفاده نبوده بریدم سیمشو و میذارم توی گوشم که صدای ماشین پوست در واقع اذیتم نکنه. و یک ظرف آب هم میذاریم کنار دستمون و همراه یک دستمال که ما وقتی این آلیاژ رو میگیریم روی ماشین پوست داغ میشه و باید خنکش کنیم. بعد از مدتی در اثر اینکه ما این آلیاژ رو روی در واقع سنباده قرار میدیم داغ میشه و وقتی میزنیم توی آب اون دما به آبم منتقل میشه و آبم کم کم دماش میره بالا. برای همین بعد از مدتی باید آب رو عوض کنیم و آب خنک جایگزین کنیم. ما آلیاژمون رو صاف کردیم از همه طرف و الان وقتشه که در واقع الگوی مضرابمون رو روی آلیاژ طراحی کنیم. ابتدا وسط آلیاژ رو پیدا میکنیم یک خط وصلشون میکنیم. و ارتفاع مضرابمون 28 بود. یه خورده از این خطی که کشیدیم بالاتر. ما 29 میگیریم چون توی پرداخت مضراب احتمالاً 1 میل ساییده میشه. حالا برای پیدا کردن زاویه ها نوک مضراب ما 3.5 بود. نصف 3.5 تقریبا میشه 17 میل. ما از 1 میگیریم 17 میل به
سمت چپ علامت میزنیم، 17 میل هم به سمت راست میایم و علامت میزنیم. انتهای مضرابمون 14 بود، الان 16 هست تقریبا. 1 میل از این طرف، 1 میل از اون ور علامت میزنیم و الان زاویه‌ای که میخوایم رو به دست میاریم. این الگوی ما شد برای مضرابی که میخوایم بسازیم. و یه نکته دیگه میخواستم بگم، ما وقتی که میخوایم بگیریم روی ماشین پوست برای ساخت مضراب، بر اثر حرارتی که ایجاد میشه رنگ این ماژیک در واقع میپره و باید قبل از ناپدید شدن خطها رو دوباره پررنگ کنیم که الگومون رو از دست ندیم. مقدار زیادی از رنگ ماژیک رفته، البته تا حدودی معلومه، ولی دوباره باید پررنگش کنیم که الگومون از دست ندیم. الان یک طرف مضراب درست شد، این طرف دیگه هم باید به همین صورت انجام. من الان الگوم رو شکل دادم و حالا باید از کناره ها فرم مضرابمو به وجود بیارم. برای این کار میتونیم با همون ماژیکمون خط فرضی بکشیم که وقتی میخوایم از لبه ها بگیریم حد وسط رو از دست ندیم و مضرابمون متقارن باشه. با خطکش هم میتونیم کاری بکنیم. برای فرم دادن به کناره ها از سنباده های نرم‌تر میتونیم استفاده کنیم. البته شمارش معلوم نیست زیاد، ولی 320 هست. از 400 هم اگر خواستیم میتونیم استفاده کنیم، چون توی این مرحله فرم دادن به مضراب حساس هست و به همین دلیل از سنباده های نرم‌تر استفاده می‌کنیم.
اون فرم دلخواه هم به وجود بیاد. یعنی ببینید یه هلالی ایجاد شده. من این بالای مضراب رو نمیگیرم، هم برای اینکه وزن مضراب از دست نره و هم برای اینکه وقتی موم استفاده میکنیم سر نخوره اصطلاحاً از روی مضراب. از 400 استفاده میکنم. از سنباده نرم‌تر، این سنباده که من الان میخوام بذارم 800 هست، بعدش 600 رو میذارم، ولی این 600 چون خیلی کار کردم باهاش آجهاش از بین رفته و نرم‌تر از این 800 شده. فرم لبه ها رو اگر ببینید باید برسونیمش به یه خط خیلی باریک و نباید بذاریم این حالت در واقع یه سطحی روش داره، این نباید باشه، مثل یک خط باید بمونه. بریم برای بریدن مضراب و جدا کردن و پرداخت نهایی. خب پرداخت نهایی مضرابمون رو شروع میکنیم. من از سنباده 400 شروع میکنم. حتما روی سطح آلیاژ باید آب بزنیم تا فراغ بشه و لبه های تیزی هم که بر اثر ماشین پوست به وجود اومده اونا رو هم با این سنباده ها میتونیم نرمش کنیم. از سنباده 800 استفاده میکنم. $1200
2500 3000 5000 و 7000. پرداختمون تموم شد و میریم برای جدا کردن مزراب. در آخر هم وزن میکنیم مزراب 6 گرم.